اول اینکه سلام، من پوریا شریفیان هستم، در واقع مدیر و بنیانگذار صنایع نساجی روژا، برند روژا. شروع شدن در واقع فعالیت روژا یه در واقع پیچیدگی خیلی عجیب و غریبی داره به نظر من، چون نه در واقع گذشته من خیلی ارتباطی با نساجی داشته، نه اصلا خودم تصورشو میکردم که حالا یک زمانی بخوام در واقع توی رشته نساجی بخوام فعالیتی داشته باشم. من خیلی علاقه‌مند به سینما بودم، کارگردانی میخوندم و خیلی وقت زیادی رو صرف هنر کردم، اما خب به واسطه یه جمله کلیشه‌ای که فکر میکنم از خیلی ما این جمله رو شنیده باشیم که خب رفتن سمت هنر یا فعالیت توی جریان هنر قطعا نیاز به یک سرمایه اولیه داره که حالا شما یا این رو از سمت خانواده باید تأمین بشین یا خودتون یه پولی داشته باشین یا حالا به هر شکل و اینا. بعد از حالا فعالیت‌های مکرر و پیگیری‌های خیلی زیاد توی همین در واقع رشته کارگردانی، خب ما به یه جایی رسیده بودیم که نیاز داشتیم تولید اثر کنیم، حالا فیلم کوتاه یا هر چیزی، و این نیازمند سرمایه بود. یعنی ما میشستیم حساب و کتاب میکردیم که الان هر دقیقه از در واقع این پروژه مثلا فیلم کوتاه فلان برای ما چقدر ممکنه تموم بشه با اینا، و با توجه به استانداردهایی که مثلا توی ذهن من وجود داشت دائم به بنبست میرسیدیم. یعنی هر کاری متناسب با خودش به نظر من یه حداقلایی داره، یعنی شما اون حداقلاش رو اگر در خور خود اون جریان فراهم نکنید، خب اون کار از کیفیت خوبی برخوردار نمیشه و ما به بنبست میخوردیم و مثل خیلی از حالا جوانای دیگه، بچهای دیگه که بودن و اینا، حالا یکی موسیقی کار میکرد، یکی تئاتر کار میکرد، یکی همین سینما کار میکرد و اینا، مجبور شدیم یواش یواش به فکر این باشیم که از جای دیگه با یه حرفه دیگه بتونیم در واقع این جریان رو تأمین کنیم. این شد که اصلا من فاصله گرفتم از اون چیزی که خودم سالیان سال بهش علاقه‌مند بودم و اینا. اما خب توی بک‌گراند ذهن من همیشه این جریان وجود داشته و داره، یعنی اصلا نمیشه انکارش کرد. من فعالیتم رو توی زمینه در واقع صنایع نساجی شروع کردم و این هم به این صورت شد که جایی که رفتم شروع به کار کردم به واسطه حالا کارهایی که توی اون بره انجام میدادم، مثل کارهای مربوط به طراحی و کارهای تبلیغات و غیره، توی مجموعه شروع به کار کردم که دقیقاً فعالیت مشابه داشت، کار نساجی انجام میدادن و تولید کننده حالا یه سری منسوجات خانگی بودن و اینا، و من از اونجا آشنا شدم، علاقه‌مند شدم و پیگیر شدم و خب از اونجایی که از همون در واقع ابتدای مثلا نوجوانی و جوونی هی این حالت توی ذهن من وجود داشت که بخوام مثلا خودم یک اثری رو خلق کنم، خودم یک ویدئویی رو بسازم، یا که در نهایت توی این کاری که انجام میدادم خودم یک محصولی رو تولید کنم. به این حالت درگیر این افکار شدم و توی این مسیری هم که وجود داشت چندین شکست پی در پی، یعنی شکستایی که من در نهایت وقتی بخوام یعنی خیلی خلاصه ازش یاد کنم این رو به این شکل میگم، حالا به بچه‌هایی که هستن پیشمون، به همکارامون اینطور میگم که شما یا توی زندگی
بیشتر از گوشاتون استفاده میکنین، یعنی سعی میکنین برای کاری که میخواین انجام بدین خیلی زیاد مشورت بگیرین از آدمایی که واجد شرایطن. بپرسین، گوش کنین، بپرسین، گوش کنین، بپرسین، گوش کنین و آخر شب تجزیه و تحلیلش کنین و اینا و در نهایت به این نتیجه برسین. و یا اینکه میگین که نه من خودم تجربهش میکنم. این تجربه کردنه هر زمان فراخور خودش یه هزینه‌ای داره، یعنی همه چیزو نمیشه گفتش یاره من الان میرم تجربهش میکنم. یه موقع است که یه هزینه در واقع مالی میپردازین براش، یه موقع استش که از سلامتیتون میپردازین، یه موقع است از سلامت روحتون میپردازین براش، یه موقع است در واقع هزینه های معنویش که خیلی در واقع نمیشه حالا تحت عنوان هزینه فیزیکی ازش یاد کرد، ضربه محکمتر و مهلکتری رو میزنه به آدم. و خب این شامل حال من شد و خیلی زیاد، یعنی توی همین تجربه کردن و آزمون و خطا کردن ها خب خیلی پیش میاد که یک زمان مثلا اون مسیری که در واقع توش پا گذاشتین اتفاقی یا یک در واقع مانعی جلوی راه آدم سبز میشه یا یک برنامه جلوی آدم پیش میاد که ممکنه مثلا یک نیشگونی گرفته باشه، مثلا دفعه دوم یک نیشگون محکمتر گرفته باشه، اما ادامه دادن تجربه طلبی به هر قیمت این میتونه یه ضربه خیلی سنگین و مهلک به آدم بزنه. یعنی در نهایت من میخوام به این جریان برسم که ببینید عمده ترین چیزی که توی ذهن در واقع خود من می اومد توی اون موقع این بود که من به زمین و زمان غر می زدم که الان این شرایط اینجوره، اون اونجوره، اون اونجوره، من نمیتونم الان فلان کارو بکنم، من چرا نباید بتونم مثلا فیلم بسازم، من چرا نباید بتونم نمیدونم یه فیلم کوتاه حتی مثلا بسازم و اینا. اما خب هیچ وقت اینو در نظر نمی گرفتم که هر کاری یه مقدمه‌ای داره، یعنی ابتدای اون قضیه از کوچیکترین در واقع ذره‌اش باید شروع کرد. حالا اون کوچیکترین ذره میتونه یه کار فوق‌العاده سخت باشه که مثلا نمیدونم حمل کردن اصلا بار باشه، یه کاری که واقعا کار فیزیکیه، کار سختیه و از نظر من هیچ عیب و ایرادی نداره. یعنی آدم خب برای اون در واقع آرزویی که داره، برای حالا آرمانی که داره این کار رو انجام میده، مشکلی هم نداره. و در واقع خیلی زمان برد که بخوام به این نتیجه برسم که شروع کنم مشورت کردن و این مشورت کردن خب باعث شد دید من توی کسب و کار خیلی تغییر کنه. یعنی در واقع نظر گرفتنه که من فکر میکردم فکر واحد منم و خودم تافته جدا بافتم و من همه کاری رو میتونم خودم انجام بدم و اگر مثلا فلانی میگه که من فلان تجربه رو کردم اون برای خودش میگه، من باید خودم این کار رو انجام بدم به این صورت که هست. و در نهایت شروع کردم تحقیق کردن، یعنی خیلی زیاد. این محصولات روژا خیلی محصولات شاخصی هستند، محصولات خیلی در واقع سرآمدیه. ما توی دو زمینه خیلی گسترده که در واقع میشه گفتش که یکی پارچه های مربوط به کالای خوابه و دیگری پارچه های مربوط به لباسه، یعنی حالا مانتو و پیرن و غیره منسوجاتی که هستش داخل کشور. محصولاتی که ما تولید میکنیم برخلاف محصولاتی که توی بازار ایران دیده میشه از یک کیفیت خیلی متفاوتی برخورداره. این که میگم متفاوت، من بالا این کیفیت عالی رو یا حالا بد رو یا متوسط رو خب مشتری ما تعیین میکنه که به چه صورته، اما محصولی که ما تولید میکنیم محصول متفاوتیه. یعنی ما خیلی وقت میذاریم محصولاتی که توی ایتالیا تولید میشه، توی ترکیه تولید میشه
حتی توی چین تولید میشه. هر کدوم از اینا رو آنالیز میکنیم، وقت میذاریم خیلی زیاد. یعنی برای مثلا یک مدل پارچه مانتویی که قرار هستش مثلا توی بهار ما ازش رونمایی کنیم، فکر میکنم مثلا از 6 ماه قبلش شروع میکنیم فقط کارهای در واقع تحقیقاتش رو و پیش تولید و حالا در نهایت کار تولیدش رو بخوایم انجام بدیم. این پروسه‌ایه که ما طی میکنیم و محصولی که تولید میکنیم خیلی دانسته این کار رو انجام میدیم. یعنی مثلا ما پارچه‌ای که برای مانتو تولید میکنیم یک پارچه الیاف طبیعی، پنبه مثلا 100% پنبه در واقع فلان مشخصات از فلان کشوره یا نخش با فلان مشخصاته و خب این در واقع رقبای ما رو از رقبای داخلی سوا میکنه. یعنی حالا توی داخل ما رقبایی داریم که خیلی در واقع سطح فعالیتشون بالا، سطح خوبیه، ولی ما تلاشمون رو کردیم که یک کالایی رو تولید کنیم که در واقع بشه با محصولات بین المللی مقایسش کرد و توی این در واقع طیف قرار میگیره. و خب خیلی حرفا از ابتدای این جریان از رفقای ما، از دوستای ما، از آشناها، با هر کسی که من مشورت میکردم میشنیدم که این پارچه‌ای که مثلا شما میخواین تولید کنین این توی بازار داخل طالب نداره، این توی ایران کسی نمیخره یا کسی اصلا متوجه تفاوتش نمیشه یا جمله هایی مثلا از این قبیل، چیزایی که میشنیدیم و اینا. اما برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن، همه یالا رفقای ما فکر میکنن، اون مشتری در واقع انتهایی که مصرف کننده محصول ماست، من فکر میکنم در واقع از بیشترین چطور میشه گفت جزئیات اون محصولی که در واقع ما تولید کردیم اطلاع داره و این که حالا بگیم متوجه نمیشه مشتری و تفاوت این محصول با اون محصول رو درک نمیکنه یا اینجوره یا اونجوره، این مستقیم ما رو به شکست میرسونه و در نهایت به اینم منجر میشه، چون ما برای اون مشتری داریم یک کالایی رو تولید میکنیم و اون تعیین میکنه که الان ما بتونیم کسب و کارمون رو ادامه بدیم یا نه. ما تا یه حدی خودمون موثریم روی اون کسب و کار یا هر چیزی که هستش و از اون به بعد نه. سعی میکنیم کالاهای خیلی متفاوتی تولید کنیم، کالاهایی که در واقع توی بازار داخل وجود نداشته باشه، توی داخل کشور نمونهش حداقل یا نباشه یا خیلی کم باشه یا خیلی متفاوت باشه. در حال حاضر هم یک مرحله در واقع جلوتر ما پا گذاشتیم که در واقع تصمیممون بر این بوده که از تولید کردن پارچه یک مرحله فراتر بریم و در واقع الان روژا در واقع فعالیت خودش توی زمینه تولید کالای خواب، سرویس های ملحفه، سرویس های حالا رو تختی و انواع تشک رو داره شروع میکنه و خب ما یک برهه خیلی زیادی مثل بقیه محصولاتمون در واقع وقت برای تحقیق کردن راجع به اون کالایی که میخوایم تولید کنیم سپری کردیم، چون فکر میکنم خواب یکی از اصلی ترین وقایعی باشه که در طول روز برای حالا هر آدمی شکل میگیره. ما خیلی مهمم هست و این همیشه مطرح بوده که اگر خواب یک آدم از کیفیت خوبی برخوردار باشه توی حالا امور روزانش یا حالا کارهایی که انجام میده و اینا، قطعاً میتونه خیلی موفق باشه.
و در حال حاضر توی مرحله در واقع تولید نمونه‌های اولیه این محصول هستیم که فکر میکنم مثلا تا 1 ماه آینده ما توی حالا فروشگاه هامون توی سرتاسر کشور این رو عرضه کنیم. من قبل از اینکه کسب و کار خودم رو در واقع شروع کنم و فعالیت خودم رو شروع کنم توی مجموعه کالای خواب کارینا فعالیت می‌کردم و فکر می‌کنم یکی از نقاط عطفی که خیلی در واقع روی زندگی من مؤثر بود برای شروع کردن فعالیت من توی زمینه نساجی و حالا منسوجات خانگی با آقای عجمی بودش. آقای عجمی مدیر عامل مجموعه کارینا هستن و الان هم این مجموعه خیلی توی در واقع لول خیلی خوبی محصولات حالا سرویس های خواب، کالای خواب و یعنی محصولات متعددی رو توی این زمینه تولید میکنه و عرضه میکنه. خب قطعاً وجود یک کارفرمای خوب که نقش یک در واقع رهبر رو داره توی یک مجموعه روی عوامل اون مجموعه خیلی موثره. یعنی اینکه من به خودم مثلا این جرأت رو بدم که بخوام اصلا به این فکر کنم که در آینده بخوام کسب و کار خودم رو داشته باشم یا بخوام یک کالایی رو تولید کنم توی زمینه‌ای که حالا در حال حاضر دارم کار میکنم، این خیلی به نظرم ارتباط مستقیم داره با اون کارفرمایی که در واقع اونجا وجود داره و شرایطی که اونجا فراهم کرده. خب توی مجموعه کارینا شرایط کاری خیلی 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 دوستانه بود، در این که یک مجموعه خیلی بزرگ بود. شما توی کارخونجات مختلف، توی شرکت‌های مختلف خیلی به این موضوع ممکنه بر بخورید که تمام قوانینی که وجود داره باید و اجرا بشه، اما توی کارینا به این شکل نبود. توی کارینا همه چیز خیلی دوستانه بود، خیلی در واقع چه یک مثلا اگر همکاری وجود داشت که 18 سالش بود، تازه اومده بود یک کار خیلی مثلا چطور بگم، مثلا توی خط تولید کار بسته‌بندی رو انجام میداد، و یا چه فردی وجود داشت که 40 سالش بود یا توی بخش مثلا فروش فعالیت میکرد، توی بخش بازرگانی فعالیت میکرد. هر سوالی که پیش می اومد برای اون فرد و زمانی که مثلا کارفرما رو میدید و آقای عجمی رو میدید و سوال خودش رو میپرسید، هیچ فرقی نمیکرد که حالا کدوم یکی از این افراد باشه. آقای عجمی وقت میذاشت و خیلی زیاد و با جزئیات اون پروسه‌ای که وجود داشت برای سوال اون فرد رو تشریح میکرد و توضیح میداد. برای خود من این ماجرا اصلا به اندازه موهای سرم فکر میکنم وجود داشته و تمام راهنمایی‌هایی که فکر میکنم من لازم داشتم و به بهترین شکل تونستم از ایشون یاد بگیرم و ازشون دریافت کنم. خب این یک نقطه عطف خیلی بزرگی بود که من فکر میکنم خب نه اینکه مثلا نباشه، یه جاهایی وجود داره یه جاهایی وجود نداره. توی محلی که من کار میکردم وجود داشت و من فکر میکنم این یه لطفی بودش که حالا توی زندگی در واقع شامل حال من شد که اصلا من حالا توی این مسیر قرار گرفتم و اینا، که توی زندگی آدم یک راهنمایی وجود داشته باشه که بتونه به آدم کمک کنه و به آدم یاد بده. اصلا حالا نیازی نیستش که دست آدم رو بگیره یا یک کمک مالی بکنه یا یک کاری کنه، با همین یاد دادن و با اون در واقع القا کردن دل و جرأته، خب خیلی این وسط تغییرات عجیب و غریبی به وجود میاد و خب این
شروع این ماجرا بود که تو ذهن من این جرقه ها بخوره و به خودم این دل و جرأت رو بدم بیام شروع کنم. یعنی از در واقع آدمی که مثلا فقط میشسته غرغر میکرده از شرایط و از این و از اون و از همه چیز مثلا ناراضی بوده، بیام فعالیت خودم رو مثلا شروع کنم، بگم که خب من شروع میکنم کارم و حالا از کوچکترین جزء خودش و یواش یواش این ارتقا پیدا میکنه و بزرگ میشه دیگه. و این ماجرا در واقع خیلی توی زندگی من موثر بود، خیلی مفید واقع شد. من فکر میکنم که توی حالا محیطی که من فعالیت میکردم، اون در واقع رهبر مجموعه، اون کارفرما تونسته بود با حالا افکاری که خودش داره افرادی رو انتخاب کنه برای فعالیت کردن که این افراد از نظر در واقع شیوه فکر خیلی توی مسیر مثبتی قرار داشتن و خیلی کم پیش می اومد که مثلا فردی دیده بشه اونجا که مثلا آدم بدبینی باشه یا مثلا افکار منفی وجود داشته باشه مثلا توی ذهنش برای کاری کردن یا هر چیزی. و خب این باعث میشه که آدم بیشتر نیمه پر لیوان رو ببینه، بیشتر مثبت‌های زندگی رو ببینه. یعنی دنیا دنیای خوبیاست، حالا درسته بدیایی هم وجود داره، منفیایی هم وجود داره، میبینیم پیش میاد اتفاق میفته، ولی پایه دنیا روی خوبیه، در واقع روی اون مسائل مثبته که بنا شده به نظر من البته. و این خب خط فکری بود که توی ذهن من ایجاد شد و الان توی کسب و کار خودم من به این شکل این رو میبینم، این که اگر یک صحبتی مطرح میشه، اگر یک کالایی رو من میبینم و خیلی زیاد بهش فکر میکنم برای اینکه این رو بتونم در واقع خیلی متفاوت از اون چیزی که توی در واقع مارکت ایران وجود داره بخوام تولیدش کنم و بخوام براش در واقع وقت بذارم، سرمایه گذاری کنم، انرژی بذارم و این رو تولید کنم، همش نشأت گرفته از اون خط فکریه که توی من شکل گرفته به وسیله حالا اون سابقه فعالیتی که در واقع تو محلهای کار قبلیم مثلا وجود داشته بود. من از ابتدا اگر بخوام در واقع اون پروسه شکل گیریم با حالا مجموعه ماهان رو بگم، خب توی سطح شهر، توی تلویزیون، توی اینترنت، خب خیلی من تبلیغات دوره‌های MBA و DBA و کلا مدیریت و غیره رو میدیدم و اطلاعاتی نداشتم راجع به این که اصلا این دوره ها چیه، چه کمکی میتونه بکنه، به چه صورت میتونه باشه. من شروع کردم سرچ کردن توی اینترنت که ببینم اصلا دوره‌های MBA چیه، دوره‌های DBA چیه و در واقع جزئیاتش خیلی برام مهم بود که توی این دوره‌ها به من چی یاد میدن و میتونه حالا چه تفاوتی ایجاد کنه توی در واقع زندگی من. من با چند تا از دوستامم مشورت کردم، با چند تا از دوستام صحبت کردم که بین مجموعه هایی که در واقع دوره‌های MBA برگزار می‌کردن، یکی از دوستای من خیلی محکم به من گفتش که حتما برو سراغ ماهان. من ازش سوال کردم که چرا و غیره، اسم چند تا از حالا در واقع اشخاص رو برد که گفتش که آقای فلانی، آقای فلانی، خانم فلانی، خانم فلانی، آقای فلانی. این دوستان خب با ماهان در ارتباط هستن، یعنی یا اونجا تدریس میکنن یا وبینارهایی برگزار میشه که مثلا آقای فلانی میاد صحبت میکنه اونجا و مدیر فلان مجموعه است و مدیر فلان شرکت، این دوستان ارتباط دارن. در واقع منظور این بود که کارنامه خوبی وجود داره. حالا این من رو ترغیب کرد که بخوام تماس بگیرم با ماهان. زنگ زدم و همکارا یک جلسه ای رو ترتیب دادن که من شاخص‌ترین سوالی که داشتم توی اون جلسه این بود که یعنی خیلی برام مهم بود که من سوال کردم
تو این سرفصلایی که شما میخواید در واقع برگزار کنید و به من آموزش بدید، من میتونم در واقع توی فضای کسب و کار خودم ازش استفاده کنم، من میتونم اون چیزایی که یاد میگیرم رو پیاده کنم. و دقیقاً جوابی که به من دادن این بود که تمام آموزش هایی که در واقع توی ماهان داده میشه، تمام اون موضوعاتی که بهش پرداخته میشه، در واقع قابلیت بهره برداری به صورت میدانی رو داره. یعنی شما میتونی خیلی راحت توی فضای کسب و کارت ازش استفاده کنی. خب این آشناییت کلیه شکل گرفت و من در واقع اون اسم نویسی رو انجام دادم و این دوره ها شروع شد. تغییراتی که توی من ایجاد شد واقعا خیلی زیاد بود. ماهان به من یاد داد که اگر در واقع تصمیمی برای کسب و کارم دارم، به صورت جز به جز اون رو بنویسم و طبقه بندیش کنم و از هم در واقع سواش کنم. مثل اینکه شما یه جعبه پر از مثلا در واقع خرت و پرت داشته باشین و اینا همش چیزای ارزشمند باشه، اما وقتی اینجوری به هم ریخته توی یک جعبه خیلی بزرگ مثلا قرار داره، نمیدونین اون پایین چیه، نمیدونین اون وسط چیه و فقط میبینید که یه شلوغ پلوغی خیلی زیادی داره به چشم میخوره با اینا. خب ماها به من یاد داد که من این رو در واقع سوا کنم توی فکر خودم، یعنی اینا رو شروع کنم به نوشتن. این نوشتنه خیلی واسه من در واقع مؤثر واقع میشد و مدل نوشتنه و مدل تفکیک کردنه که من هر چیزی که توی ذهنم وجود داره، مثلا اگر یک کسب و کاری توی ذهنم وجود داره، چجوری شروع کنم؟ اول این رو در واقع پردازشش کنم که اصلا این کسب و کاری که توی ذهن من وجود داره توجیه اقتصادی داره، یا این محصولی که میخوام تولید کنم اصلا توجیه داره این رو من بخوام تولید کنم وقت بذارم براش یا نه. و اینکه چطور بفهمم این جنس رو به چه شکل تولید کنم و برای چه افرادی تولید کنم و چطوری بتونم اون رو عرضه کنم. خب از این جهت ها خیلی برای من در واقع مؤثر واقع شد. خب من قبلا خیلی سنتی فکر میکردم نسبت به اون مسائلی که توی کسب و کار وجود داشت. یعنی مثلا یک ماجرایی رو میدیدم، یعنی من مثلا یک تولید کردن یک کالایی به ذهنم میرسید، فقط حساب میکردم که مثلا این مقدار مواد اولیه نیاز داره و این مبلغ میشه و خب ما مثلا به علاوه 20%ش کنیم و بخوایم عرضه کنیم دیگه، فلان کنیم و اینا. خب من تو دوره، یعنی تو سرفصلی که مربوط به مسائل مالی و حسابداری بود، این رو خودم کامل تونستم یاد بگیرم که اصلا شیوه حساب کردن بهای تمام شده چه شکلیه و خب خیلی فرق میکرد با اون شیوهی که من حساب میکردم، یا با امور در واقع حقوقی که توی کسب و کارم بود. خب من آشناییت کافی نداشتم و در واقع راه نفوذهای خیلی زیادی وجود داشت، من اطلاعاتی نداشتم و خب این باعث شد که اون در واقع اطلاعات کلی که من بتونم اینجا یاد بگیرم، اشراف بیشتری به مجموعه خودم داشته باشم، یعنی به مجموعه حسابداری. من الان خیلی راحت هر هفته از همکارانمون گزارش درخواست میکنم و این گزارش رو خیلی راحت تحلیل میکنم و میتونم خودم ایراداتش رو بگیرم و اون نقاط ضعفی که حتی توی کسب و کارم وجود داره رو متوجه بشم. خب قبلا توی زندگی من به این صورت نبود و خب خیلی در واقع کارهایی که انجام میدادم پر ریسک میشد و الان خب میزان ریسک خیلی کاهش پیدا کرده تو کسب و کار من، حالا به کمک در واقع اون در واقع درسایی که من تونستم توی ماهان یاد بگیرم. و موضوع دیگری که وجود داشت که خیلی مهم بود برای من توی کسب و کارم، مبحث منابع انسانی بود و توی مبحث منابع انسانی خب
توی بیشتر مجموعه ها که از یک تعدادی در واقع اون گروه کارکنان و همکاران گسترش پیدا میکنه، فراخور در واقع اون تعداد مسائل و مشکلات جانبی پیش میاد و من این رو تونستم توی در واقع مبحث منابع انسانی ماهان یاد بگیرم که به چه صورت بتونم مسائلی که پیش میاد رو هندل کنم و مدیریت کنم و پیشگیری کنم از یک سری مسائل که حالا احتمال پیش اومدنش وجود داشته بود. و در کل اگر بخوام نظرم رو در این رابطه بگم، توی کسب و کار من خیلی مفید واقع شده و یعنی من راستش رو بخوام اگر بگم، اول ماجرا من سوال کردم از بچهای ماهان که این دوره چقدر هزینه شهریش مثلا فلان و گفتن مثلا اینقدر. خب من پیش خودم فکر میکردم که حالا من نهایتا این مبلغ رو میپردازم، حالا یه چیزایی هم مثلا یاد میگیریم دیگه، میتونه مثلا راجع به حسابداریه باشه، میتونه راجع به مثلا مسائل حقوقی باشه و حالا در حد یه اطلاعات عمومی کلی میتونه مؤثر واقع شه تو زندگی من. اما الان که دارم نگاه میکنم خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم مفید واقع شد و اساتیدی که واقعا وجود داشتن اساتید فوق‌العاده درجه یک، فوق‌العاده خبره و کاربلد، یعنی اساتیدی نبودن که فقط به صورت تئوری یه کتابی رو خونده باشن و بیان اون رو مثلا توضیح بدن بگن چجور. خب هر کدومشون توی مجموعه‌ای که فعالیت می‌کردن سابقه خیلی خوب و کارنامه خیلی خوب میدانی داشتن از فعالیتایی که داشتن و این توی زندگی من خیلی تأثیر گذاشت. من چیزی که فکر میکنم یاد گرفتم، یعنی تو پروسه کار کردنم، توی فعالیت کردنم یاد گرفتم، این بوده که توی کسب و کار و توی اون در واقع کاری که شما دارین انجام میدین همه چیز پول نیست. یعنی همه چیز محدود نمیشه به اون عددی که در نهایت میتونه خروجی مجموعه شما باشه که مثلا گزارش ماهانه رو که میگیرید اینقدر سود کردید یا اینقدر ضرر کردید. ما توی کسب و کارمون وجود داشته ماهایی رو که پی در پی توی ضرر بودیم و شبایی که واقعا من خوابم نمی برد، اصلا غیر قابل تصور به نظر من و خب خیلی مؤثر بوده. اما الان وقتی دارم بهش نگاه میکنم به من شرایط و جزئیاتی نشون داده شد که توی لحظه به لحظه از زندگی الانم تأثیر گذاشته و میذاره. یعنی هدف از کسب و کار من فکر میکنم زمانی که از مقوله پول گسترش پیدا کنه، هم اون در واقع سودی که تحت عنوان حالا یک سود عددی یاد میشه ازش، هم مقدار اون خیلی راحت افزایش پیدا میکنه و هم شما دیگه اون آدم سابق نیستین. یعنی انقدر میتونه توی زندگی شما و افرادی که با شما همکار هستن تأثیر بذاره که واقعاً ارزشش به نظر من خیلی از ارزش در واقع عددیش میتونه بالاتر باشه. فردا هنوز نیومده. ببینید فردایی که ما تصور میکنیم ممکنه حتی ورشکستگی مطلق یک در واقع مدیر باشه، هنوز اتفاق نیفتاده و هنوز نیومده و متناسب با شرایط حال، متناسب با اون لحظه‌ای که دارین توش زندگی میکنید تصمیم بگیرید و انجام بدین. این انجام دادن خیلی مهمه. من فکر میکنم
آقای وارن بافت یک جمله میگه که برای اینکه شما توی کسب و کارتون موفق بشین نیاز نیست که شما توانایی عجیب و غریبی یا قابلیت خیلی عجیب و غریبی داشته باشین. همین که توی کارتون پشت کار داشته باشین و انجام بدین و مکررن انجام بدین و ادامه بدین، این میتونه دلیل موفقیتتون باشه. بیزنس سکول ماهان، اولین بیزنس سکول در ایران.